بچه بالای نزنه. خدای او همین پرنده چی گناه داشت؟ شاید این فرزند داشته باشه، برای روز خروزی فرزنداش آماده باشه، و تو ایره هلاک کردی کو؟ ایره عیب خودش شد. چی؟ نگاه داشتن زبان هم برای انسان و هم برای پرندگان چه خوب است. اگر زبانش رو نگاه می داشت هلاک نمی شد. زبانی آدمی دوست و هم قاتل برای اوست. ز یک گفتار ناجای به زیر دار می گردد. شرکت زیارتشو با حجامه و داروهای گیاهی از جمله طبابت گیمری در شهر مسکو در خدمت شما است. شما می توانید خود حاضر فرمایش دهید تمام داروهای گیاهی با تمام شهرهای روسیه و تاجیکستان. برای معلومات بیشتر به رقم‌هایی که در روی نوار است مراجعه نمایید. زیارتشو، طبیعت طبابت است. شرکت زیارتشو با حجامه و داروهای گیاهی از جمله طبابت گیمری در شهر مسکو در خدمت شما است. شما می توانید خود حاضر فرمایش دهید تمام داروهای گیاهی با تمام شهرهای روسیه و تاجیکستان. برای معلومات بیشتر به رقم‌هایی که در روی نوار است مراجعه نمایید. زیارتشو، طبیعت طبابت است.